با هم چند تا کانتور بینی یاد بگیریم. اگر بینیتون صافه 2 تا خط از زیر ابروتون میکشین و میایین پایین. این ساده ترین نوع کانتور بینی، هایلایتر هم نمیخواد. اگر بینیتون مثلثی یعنی قسمت بالاش باریک و قسمت پایینش پهنه، شما فقط باید قسمت باریک بینیتون رو هایلایتر بزنین که بیارین بیرون و قسمت پایین بینیتون رو همین تیکه کوتاه رو کانتور کنین. برای بینی قوزدار فقط کافیه که پشت قوز بینی رو یه مقدار هایلایتر بزنین و تا ابرو ببرین بالا که این فرو رفتگی یکم بیاد بیرون‌تر و کانتور هم نمیخواد. برای بینی‌هایی که فرو رفتگی دارن فقط اون قسمتی که فرو رفته رو باید هایلایت بزنین و برای کانتور یه طرفو که خط صاف میکشین و اون یکی طرف هم قبل از این هایلایتر و بعد از این هایلایتر رو کانتور میکنین. یعنی اون قسمت هایلایتر وسط هیچی نداره. برای بینی‌های افتاده فقط اون قسمتی که بینی افتاده رو کانتور میکنم که خیلی هم تابلو نشه. پره‌های بینیمو هایلایتر میزنم و هایلایت سر بینیمو بالاتر میندازم که سر بینیمو بکشه بالاتر و یه کانتور کوتاه انجام میدم. برای بینی‌های گوشتی 2 تا خط نصفه از بالا میکشم و قسمت پایین بینیمو فقط کانتور میکنم و قسمت وسطش رو هایلایتر میزنم، به خاطر اینکه بینی‌های گوشتی معمولا وسطشون باریک‌تره و پشت پره‌های بینیم هم هایلایتر میزنم که بینیمو کوچیک‌تر کنم. برای بینی‌هایی که انحراف دارن یا شکستن شما باید یه خطای دید ایجاد کنین، یعنی 2 تا خط صاف بکشین پایین و وسط بینیتون رو هایلایت کنین، یعنی رو خط شکستگی و انحرافتون نرین. و در آخر برای کسی که تیغه بینیشون خیلی باریکه به جای 2 تا خط کانتور 2 تا خط هایلایت باید بندازین. بینی شما کدوم مدلشه؟ این ویدیو از اون سیو کردنیاستا.